حتما سابسکرایب کنید. آیدی اینستاگراممونم اینجا میاد که با حضور مامان رقیه توش کلی ویدیو و استوریای جالب داریم. حتما فالو کنید. چیمی جان قربان. در روز پیش داخل اینستاگرام یه دونه باکس گذاشتم، گفتم سوالایی که از مامان رقیه دارید توی اون باکس برامون بنویسید. امروز توی این ویدیو قراره به اکثر اون سوالا جواب بدیم، پس با ما همراه باشید. لایک و کامنت یادت نره. مامان رقیه آشپزی ذاتیه یا از جایی یاد گرفتی؟ چطور مامان رقیه اینقدر کدبانوه؟ آشپزی ذاتیه. کی بود یادم بده؟ من اینجوریم دیگه. چیکار کنم؟ راز شادابی و سرزندگی شما چیست؟ من تصمیم گرفتم تو زندگی شاد باشم. غم و غصه همه جا هست. سوال بعدی، مامان رقیه مجردم بود همینقدر کار میکرد؟ من کار کردن خیلی دوست دارم. کار میکنم انرژی میگیرم. موشم میاد مامان رقیه رو بد میخوره. خب برسیم به سوال پرتکرار. ساکن کدوم شهر هستی؟ رشت، اطراف کوجسفان. بله. مامان رقیه میشه بگین چطور ازدواج کردین؟ ازدواج سنتی. اصلا تا روز سرود برداری همسر منو ندیده بودم. کاملا سنتی. اگه برگردی عقب مجدد با همسرتون ازدواج میکنین؟ 100%. چند سال با شوهرتون زندگی کردین؟ 27 سال. احساس خوشبختی میکردین در کنار شوهرتون؟ خیلی عالی بود شوهرم. خدا شاهده، مهربون، خیلی خوب بود. بی‌نظیر. شوهر شما چند ساله که فوت کرد؟ الان امسال 12 دی بشه میشه تو میره تو 8 سال. 7 سال تموم میشه میره تو 8 سال. پدر شوهر مادر شوهر مامان رقیه در قید حیات هستن؟ نه خیر، به رحمت خدا رفتن. خانواده مامان رقیه کجا هستش که زهرا جون فقط از خانواده پدریش صحبت میکنه؟ اجازه میدی من اینو توضیح بدم؟ بده. خانواده مادری ما باشون در ارتباطی، ولی خب چون عمو و عمه من در همین نزدیکی خونه ما ساکن هستن، به همین دلیل شما بیشتر ارتباط رو میبینید، چون خیلی نزدیک به ما هستن. وگرنه ارتباط با خانواده مادری هم پابرجا هستش، ولی تو صحبت هامون تو استوریام همچنین که من خانواده پدری هم نشون نمیدم، فقط چون بیشتر صحبتش هسته شما بیشتر در جریان خانواده پدری من هستید، وگرنه همه چی اوکی. فرزند چندم خانواده هستی مامان رقیه؟ اول. اینو خودم میپرسم که شما در جریان باشید. چند تا بچه هستید؟ 17 تا. از 2 زن، از 2 مادر. گاری از 2 مادر 17 تا بچه هستن. احساس میکنم که توی این چنل یوتیوب با بزرگ من رکورددار بوده. تحصیلات مامان رقیه چقدر؟ 56. 56 رفتن. مامان رقیه عصبی هم میشه؟ بذار اینو من براتون توضیح بدم. خیلی اوقات مامان رقیه کلا خیلی کم عصبانی میشه، ولی اگه بخواد عصبانی بشه خیلی بد عصبانی میشه. من خودم به شخص شاید در طول این چند سال زندگی خیلی عصبانیت مامان رو ندیدم و اگر هم در زندگیشون پیش میاد دیدم، هرگز از یادم نمیره. چطور بچه ها تو این یه مرد تربیت کردی و همیشه پشت دستشون خیلی محبت داری؟ بچه های من خیلی سخت کوشن. ذاتاً سخت میشه. آرزوی بچگی و حال مامان رقیه چیه؟ نایس. رفت تو فکر. آرزوی بچگی ما مثلا چیزه؟ آره، آرزوی بچگی و آرزوی حال الان چه آرزویی داری؟ الان آرزو دارم بچه هم خوشبخت بشن، موفق باشن تو زندگی. پس آرزو داری برای ما، آرزو برای خودت چی داری؟ آرزوی من که مثلا برم زیارت. آره، ماما خیلی دوست داره بره زیارت و علاوه زیادی رفتم بازم برم مکه، کربلا، بازم بره، همش بره. چی شد که بلاگر شد؟ به پیشنهاد یه دونه از عزیزان شروع به فعالیت کردیم. پشت رو بخوره آخه. احساستون از این که زهرا بلاگره و شما باهاش همراهی میکنید چیه؟ Sometimes I feel I've got to. اول از همه من بگم که والا تریبون در اختیار ستونه، من اصلا هیچ دخالتی این تو ندارم. بریم ستون بفرما. من اصلا این کارا رو دوست دارم. من موقع کاروان جمع می‌کردم می‌بردم کربلا.
من اصلا در اجتماع بودن و دوست دارم تو جمع باشم، با مردم ارتباط بگیرم. آره مامان خیلی آدم اجتماعی و طوریه که میتونه آدم ها رو دور هم جمع بکنه و باهاشون تعامل داشته باشه. به خاطر همین بستر فضای اینستاگرام توی پیج اگه باشید میبینید خیلی براش راحت مدیریت کردن فضا و خیلی با اینجور مدیریت کردن ها آشنایی داره. به خاطر همینه که اکثر شما عزیزان میگید که مامان چطور اینقدر راحت و سلیس صحبت میکنه. برای اینکه همیشه توی این چند سال اخیر حداقل 10-15 سالی میشه مامان همیشه با آدم خود بابا. آره همیشه با مشهد میبردم، کربلا میبردم، همیشه با آدم عذرخواهی میکنم، همیشه با آدم های متفاوتی سر و کار داشته و به خاطر همین میتونه راحت ارتباط برقرار بکنه. شما چیزی میخوای بگی؟ دیگه تموم شد. آره. باشه بریم سوال بعدی. بریم. و اما رفتار اطرافیان شما بعد معروفیت و بلاگری چگونه؟ خیلی فرق کردن. خدا شاید اونجور که بودن الان با من نیستن. اصلا یه چی بگم، یه تفاوت دیگری دارن. بابا من همون آدمم. خدا شاید من اصلا فکر نمی‌کنم من بلاگر شدم اصلا از خودم مثلا یه قیافه‌ای بگیرم. خدا شاید نه. ولی از رفتارم خوب شناختم. خیلی مامان همیشه سر این قضیه ناراحته و اینکه همش خیلی غصه اینو میخوره که اطرافیان قبلا باهاش بیشتر در تعامل بودن ولی بعد از این ماجرا کمرنگتر شدن. ولی خدای من همون آدمم، اصلا فرق نکردم. همینه دیگه ستون بعد سره. آره قربان بشم. چرا زهرا جون همیشه پیش مادرت هستی و از همسرت رونمایی نمی‌کنی؟ همونطوری که میدونید این بستر اینستاگرام باعث این شده که من یک روز در میون بیام پیش مامان و البته که من قبل از بستر اینستاگرامم خیلی به صورت مداوم می اومدم، البته نه یک روز در میون دیگه، در هفته 2-3 بار 4 بار می اومدم، اما دیگه این بستر این شرایط رو فراهم کرده که من یک روز در میون بیام و در کنار مامان و آبجی باشم و واقعا لذت بخش برای من. و اینکه همسر من فضای اینستاگرام و پیج ما طوری نیست که من بخوام مثلا عکسی ازشون نشون بدم یا ویدیویی بذارم و معمولا در بازه‌های زمانی که من میام از ساعت 9-10 صبح من میام تولید محتوا برای شما عزیزان داریم تا ساعت 4-5 غروب و من میرم خونه که در کارهای خونه رسیدگی و اینا داشته باشم و تو اون بازه زمانی همسر منم سر کار مشغول هستن و اصلا نمیاد جز اینکه پنجشنبه جمعه باشه، پنجشنبه غروب، جمعه غروب، روز تعطیل باشه، در کنار خانواده باشه که همسر منم بیاد و در کنار ما حضور داشته باشه. اما اگه لایک و کامنت تا الان نذاشتی حتما بذار و کامنت و لایکاتون بالا باشه و چنل رو حتما سابسکرایب داشته باشین. یه ویدیو مخصوص یوتیوب با همسرم میگیریم که هر چی که شما عزیزان سوال کردید تا الان به شما عزیزان خودش جواب بده. موافقی رقیه؟ آره. مامان رقیه دوست داری بریم مامان رقیه دوست داری بچه زهرا پسر باشه یا دختر؟ پسر. تنها مادریه که نگفت برای من فرق نداره سالم باشه کش باشه پسر باشه. اول سالمیش مهم بود. کش باشه اول پسر سالم. باشه. مامان رقیه آخرین بار کی زهرا رو کتک زدی؟ اصلا یادم نمیاد، ما هرگز کتک نمیزنیم. ما هرگز کتک نخوردیم اما تهدید شدیم به تکرار و یک مدل تهدید. میگی تهدید تو؟ خیلی خنده داره، ولی اون وقت دلمون سبک میشد این حرف میزدم. گفتم این کاری میکنین 25 تا ماهی میریزم این بر 25 تا ماهی میریزم این بر. و ما تو بچگیمون همیشه برامون سوال بود که چه مدل ماهی 25 تا میخواد بریزه این بر 25. چرا مامان؟ گفتم دلم آروم میگرفت. چرا مامان؟ چی شد که یو این تصمیم رو گرفتی تکی که کلام من بود دیگه. خدا شاید تو اینجوری دیگه چیکار کنی آخه؟
اینجوری هم دیگه چیکار کنم؟ بریم سال بعدی. مامان رقیه چند سالگی ازدواج کرد؟ 22 سالگی. عروسی هم گرفتن واسه چی عروسی مجلل؟ لاکچری. کیک 3 طبقه داشتم. بگو آرشگان هم هنمندن، هم عروسی، هم شب هنمندن. دیگه چی؟ آرشگان بگو رفتی همش افتخار میکنی. آرشگاه اون چنانی آرشگاه ماناز معروف بود تو رای. عروسی لاکچری گرفته بود. عروس لاکچری ها شده بود پسر ما. مهریه مامان رقیه چند تا؟ 800 تومن. 800 تومن 800 پول بود. پول بودن. آقای درآمد زندگی قشنگتون از کجا میاد؟ قشنگ چشمای زیبای شماست که زندگی ما رو قشنگ می‌بینید. زندگی همون کشاورزی، همون دامداری، هرچی کارات خرج مخارجمون در میاد. آره ما به کشاورزی، دامداری و جدا از گاو، مرغ، باز، آره. اردک، کلا زندگی روستایی خوبی خدا که بزرگه. داره. آره درآمدش در میاد. البته اگه توی این فضای روستا فعال باشی و به فکر درآمد باشی، خدا رو شکر زندگی میگذره. مامان رقیه با کدوم دخترش؟ داخل پرانتز بهتون بگم که مامان رقیه 2 تا دختر داره و اینکه من کوچیکه هستم، مریم خواهرم بزرگ است و اینکه اگه پیج اینستاگراممون رو ندارید این پایین براتون میاد، حتما فالو کنید که اونجا مامان روزمرگی‌های خیلی جذابی داره. و مامان رقیه با کدوم دخترش راحت داره؟ دوتاشون. تو کلا با ما دوستی درسته؟ آره مادر دختر نیستیم، دوستی با هم. همش ما رو صدا من میکنه فکر نمی‌کنم من 56 سال دارم، تو اندازه اینم. آره همیشه ما آره. رو خواهر صدا میکنه. به خاطر همین خیلی باهاش راحتیم و من مامان رو رقیه صدا میکنم. تو ناراحت که نمیشی؟ اصلا همیشه هم راضیه به رضای خدا. دوست دارم اسم منو صدا کنم. قربونت برم. کدام یک رو بیشتر دوست داری؟ کدوم بچه ها رو تو؟ یعنی من و مریم رو به میگم فرق نداره. یعنی هیچ کدوممون هم کوچولوی بیشتر هم دوست. یعنی بگی. الان من میخوام ببینم که من الان عزیزتر از مریم برای تو نیستم. نه هر دوتا یکی. هیچ راهی نداره. اصلا یعنی یه دونه. اصلا یه- بگوید نخود هم راه نداره. اصلا. اصلا اوکی. تلاش هم کردم نشد. مامان رقیه اگه برگردی به دوران بچگی چه کاری رو انجام میدی که الان برات آرزو شده؟ من هیچی آرزوم نیست، همه کارا رو کردم، خدای شکر هیچی آرزوم نیست. ما رو هم همونجوری بزرگ کرد، همه کار، یعنی هیچی نیست. الان من بخوام بگم که من مثلا 15 سال داشتم، 10 سال داشتم فلان کار رو دوست داشتم بکنم که نکردم اصلا. هیچی به خدا. مامان رقیه به کدام کشور غیر زیارتی تمایل داری بری مسافرت؟ دبی و کانادا. عاشقی تو. آرزوی دوتای. من تو رو میبرم. ایشالله بومید من تو خدا. رو میبرم. بومید خدا. عمر اگه بفا به کنی. کانادا تو من تو رو ببرم. چی میکنی؟ کانادا رو خراب میکنی. که باید تو رو برگردونه. من نگران بردنش نیستم که اینو باید برگردونه. و اما سوال آخر مامان رقیه اگه بخوای به لذت بردن از زندگیت نمره بدی چند؟ 20 دنیا 2 روزه 20. به پایان سوالا رسیدیم و تا جایی که سعی داشتیم تمامی سوالای شما عزیزان رو جواب دادیم. مرسی که تا انتهای این ویدیو رو نگاه کردید. تو این چنل قراره با مامان رقیه کلی ویدیوهای خوشگل و چالش‌های جذاب براتون بذاریم، پس حتما چنل رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت یادتون نره. خدافظ. خدا قوت محمد.